در کیسه کی زر داری در سرفه نان، خیشا همه خیشند و زن راحتی جان. در کیسه نداری زر در سرفه نداری نان، خیشا همه بیگانند و زن آفتی جان. آن زنی که در نکاحی شوهر است، آن زنی که در نکاحی شوهر است، حق شوهر از همه بالاتر است. حق شوهر به از حق پدر، دان که حتی به زی حق مادر است. پس بدان ای خواهرم در دو جهان، احترام تو در دست شوهر است. احترام شوهر در نزد خدا، از نماز و روزه تو بهتر است. روز تا روز آدمی به قدر و قیمت می شود. روز تا روز آدمی به قدر و قیمت می شود. می خورد نان و نمک از پشت غیبت می شود. لذت هر میوگی کمتر و کمتر می شود. نفسی آدم روز تا روز مثل اجدر می شود. زنی خدا به خبر دشمنی شوهر می شود. دوستی با همدیگر بدتر و بدتر می شود. چرا امروز به قرآن باوری نیست؟ به لفظ پاک انسان باوری نیست؟ مگر دنیا یگان عالم ندارد که امروز بر بزرگان باوری نیست؟ آخر ما طالب خداییم، در دین مصطفی بر درگهش گداییم. سلطان ما محمد، سلطان ما محمد صلی الله علیه و سلم.